سال 2013 مردی که حتی نمیخواست چهرش دیده بشه و حالا همون مرد جلوی دوربین‌های غربی میشینه و میگه که تغییر کرده. ابو محمد الجولانی از رهبری جهادی در القاعده تا تلاش برای حکمرانی در سوریه. سوال اینجاست، این تغییر واقعیه یا یه نقابه؟ آیا جولانی میتونه رهبر خوبی برای آینده سوریه بشه؟ خب بیایید ببینیم این آقا اصلاً کیه. اسمش ابو محمد الجولانیه، ولی نه، راستش این اسم اصلیش نیست. همونطور که توی مصاحبهش با شبکه PBS اعلام میشه، اسمش احمد الشرعه یا درسترش احمد حسین الشرع. His birth name was Ahmed Hussein al-Shara. سال 2013 جولانی برای اولین بار با شبکه الجزیره مصاحبه کرد. یه رهبر ناشناس با صورت پوشیده و پشت به دوربین. گروهش جبهة النصره یکی از بازوهای القاعده در سوریه بود. هدف سرنگونی بشار اسد و تشکیل دولت اسلامی. The battle is almost over. We have covered about 70% of it and what is left is small. جولانی خیلی خوشبین بود که کار اسد تمومه. اما همون موقع یه مشکل بزرگ سر راهشون سبز شد. داعش. داستان اینجا پیچیده تر شد. بخشی از نیروهای جبهة النصره به داعش پیوستن و اختلاف بین این دو گروه شروع شد. اما جولانی خیلی سریع خودش از داعش جدا کرد و جبهة النصره رو نگه داشت. چرا؟ چون فهمید داعش داره به همه جا حمله میکنه و حتی گاهی نیروهای خودش رو هم میکشه. یه جورایی اینجا بود که جولانی سعی کرد یه تصویر متفاوت از خودش نشون بده. دیگه نمیخواست مثل داعش باشه، ولی با این وجود هنوز هم عضوی از القاعده بود. پس دوباره سوال اینجا پیش میاد که کی از القاعده جدا شد؟ اینجاست که میرسیم به بخش دوم داستانمون، یعنی تغییر چهره جولانی. سال 2013 ابو محمد الجولانی پشت به دوربین بود و اسم واقعیش هم مخفی نگه داشته میشد. حالا توی سال 2021 و 2024 همین آدم جلوی دوربین شبکه‌های غربی میشینه با کت و شلوار و لحنی متفاوت. سوال اینه، چی شد که جولانی اینقدر تغییر کرد؟ توی مسابقه‌های 2021 و 2024 با شبکه‌های PBS و CNN جولانی دیگه درباره جهاد جهانی حرف نمیزنه. دیگه نمیگه هدفش تشکیل دولت جهانی اسلامی با الهام از القاعده است. حالا داره از نهادسازی و حکومت قانونی صحبت میکنه. توی مسابقه 2021 جولانی میگه که ما تهدیدی برای غرب نیستیم. هدف ما ساختن نهادهای قانونی توی سوریه است. و در مسابقه 2024 هم این حرفا حتی جلوتر هم میرن. جولانی دیگه از حکومت شریعت صحبت نمیکنه. میگه باید چارچوبی وجود داشته باشه که حقوق اقلیت‌ها و مردم رو تضمین کنه. حالا بیاید یه نگاهی به این تغییرات بندازیم. سال 2013 جولانی یه رهبر جهادی بود که دستوراتش رو از القاعده میگرفت و تو سال 2021 و 2024 داره تلاش میکنه خودش رو از القاعده و همچنین داعش جدا کنه و به دنیا بگه که هیئت تحریر الشام یه گروه محلی و مربوط به یک کشوره، نه یک گروه تروریستی جهانی. این حرفا برای یک کسی که روزی شاخه القاعده در سوریه بود و رهبر این گروه محسوب میشد خیلی جالب میتونه باشه. اما دقیق تر که نگاه کنیم میبینیم هنوز هم تضادهای زیادی وجود داره. جولانی از نهادسازی و صلح صحبت میکنه ولی روی زمین اوضاع یکم متفاوته. هنوز هم نیروهای نظامی هیئت تحریر الشام مناطقی رو کنترل میکنن و با هر گونه مخالفت به شدت برخورد میشه. حالا اینجا یه سوال پیش میاد که این تغییرات از کجا اومد؟ بعضیا میگن که تحت فشارهای بین المللی و تلاش برای خروج از لیست گروههای تروریستیه. بعضیا میگن که این فقط یه بازی سیاسی برای مشروعیت بخشی به حکمرانی هیئت تحریر الشامه. و دلیلش هر چی بوده خلاصش اینه. جولانی فهمیده که برای موندن در قدرت باید خودشو تغییر بده و این تغییر چهره جولانی از رهبر جهادی ناشناس به یه چهره رسانه‌ای و شیک‌پوش یک پیام مهم داره. اون میخواد به دنیا ثابت کنه که هیئت تحریر الشام دیگه یه گروه تروریستی نیست و میتونه آینده سوریه رو بسازه. ولی
آیا دنیا این رو باور میکنه؟ برای پاسخ به این سوالات باید اول ببینیم که فرق تحریر الشام با داعش چیه و اصلا چی شد که اینا با همدیگه دشمن شدن. اما پیش از اون فکر کنم بهتره یه بیوگرافی از محمد جولانی داشته باشیم تا ببینیم که طرز فکر اون چجوری شکل گرفته. گفتیم احمد الشرع که بعدها به محمد جولانی معروف میشه در سال 1982 در ریاض عربستان به دنیا اومد. خانواده‌اش اصالتاً از جولان اشغالی سوریه بودن. بعد از اشغال جولان توسط اسرائیل در سال 1967 که توی ویدیو تاریخ سوریه هم بهش پرداختیم، پدر بزرگ احمد به همراه خانواده‌اش آواره شد و این آوارگی تأثیر بزرگی بر سرنوشت احمد داشت. پدر احمد در جوانی تحت تأثیر اندیشه‌های جمال عبدالناصر رهبر ناسیونالیسم عربی قرار داشت و در دوران اتحاد سوریه و مصر در سال 1958 که اون موقع ایده های سوسیالیستی و ضد فئودالی عبدالناصر به شدت مورد استقبال طبقات فقیر و مخصوصاً جوانای عرب قرار گرفته بود، پدر احمد هم به این جنبش ها گرایش پیدا میکنه و میره سمت اونها. اون در زمان حکومت حزب بعث توی سوریه به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت و در نهایت هم زندانی میشه. بعد از مدتی از زندان فرار میکنه و میره عراق. توی عراق اون تحصیلات خودش رو در رشته اقتصاد و علوم سیاسی با تمرکز بر نفت ادامه میده و به عنوان کارشناس نفت شناخته میشه. بعد از اتمام تحصیلاتش پدر احمد به عربستان سعودی رفت و در وزارت نفت عربستان به مدت 10 سال مشغول به کار شد. در همین زمان بود که احمد قصه ما هم به دنیا اومد. احمد تا سال 1989 در عربستان سعودی زندگی کرد. بعد از برگشت به سوریه اونا در دمشق و در منطقه‌ای ساکن شدن که اصلاً مذهبی نبود. یعنی این منطقه‌ای عمدتاً مرفه با فرهنگ لیبرال بود و زیاد بحث مذهب اونجا جدی نبود. با این وجود در سال 1999 و 2000 احمد که یه جوان 18-19 ساله بود تحت تاثیر انتفاضه دوم فلسطین قرار میگیره و علاقه‌مند میشه تا درباره اسلام بیشتر بدونه. پس میره سمت مساجد و مطالعات دینی. همون دوران بود که 11 سپتامبر هم اتفاق میفته و این مسئله روی احمد هم به شدت اثر میذاره. به گفته خودش مردم خاورمیانه اون زمان ظلم آمریکا و حمایت از رژیم‌های سرکوبگر منطقه رو به خوبی احساس می‌کردن و همه اینها احمد رو به سمت مقابله با آمریکا و همچنین مقاومت در برابر اونا کشونده بود. توی مصاحبهش با شبکه PBS وقتی مصاحبه کننده ازش میپرسه بعد از 11 سپتامبر چه احساسی داشتی؟ اون میگه يكذب عليك أي شخص يعيش في العالم الإسلامي أو الوطن العربي إذا قال لك أنه لم يكن سعيد في ذاك الوقت. الناس تتأسف على قتل الأبرياء بالتأكيد يعني. هرچند خودش در این مصاحبه هم میگه که با کشتن افراد بیگناه موافق نبوده، اما سیاست‌های ایالات متحده در منطقه اونو به سمت مقاومت کشونده بوده. احمد در سالهای ابتدایی جنگ عراق حدود چند هفته قبل از حمله آمریکا به بغداد وارد عراق میشه. اما در جریان جنگ احمد دستگیر شد و به زندان ابوغریب و بعد هم زندان بوکا منتقل شد. اون در مجموع حدود 5 سال توی زندانهای آمریکایی ها در عراق زندانی بود و میگه که در دوران زندان به جای درگیری با بقیه تلاش میکرد تا آموزه های صحیح اسلامی رو به همرزمانش منتقل کنه و با افکار افراطی مخالفت میکرد. این دوره زندان تأثیر عمیقی بر افکار و شخصیت اون داشت و بعدها هم به عنوان مرحله کلیدی توی رشد فکریش از اون یاد میکنه. بعد از آزادی از زندان احمد بار دیگه به عراق برمیگرده و ارتباطاتی با ابوبکر البغدادی رهبر وقت داعش برقرار میکنه. اون توی این زمان برنامه 50 صفحه‌ای تهیه میکنه که بر اساس اون خواستار حرکت به سمت سوریه میشه. توی این برنامه احمد تاکید داشت که نباید تجربه عراق توی سوریه تکرار بشه. گرچه توسط داعش و رهبرانش زیاد جدی گرفته نمیشد، اما در نهایت با حمایت محدودی از طرف بغدادی به همراه فقط 6 نفر به سوریه میره و پایه‌گذار گروه جبهة النصره توی سوریه میشه. حالا اینکه القاعده کجای داستانه و داعش کجاست و این جبهة النصره چیه و دقیقاً فرق اینا چی بوده و چه طرز فکرایی دارن رو توی ویدیوی بعدی به طور مفصل میگیم. فعلا در همین حد بدونید که القاعده فعلا بیشتر توی افغانستان و پاکستانه و داعش روی عراق و بخشی از سوریه داره فعالیت میکنه و النصره هم تخصصی میخواد روی سوریه کار کنه. اما فرق داعش و النصره اینه که داعش با جدا شدن از القاعده اومد توی عراق و شام فعالیت کرد و هدفش یک حکومت اسلامی جهانیه،
اما النصره هدفش رو سرنگونی بشار اسد و حکومت سوریه قرار میده. خلاصه احمد که حالا به ابو محمد الجولانی معروف شده بود، در ابتدا به عنوان شاخه‌ای از القاعده توی سوریه فعالیت میکرد. اما بعد از مدتی به دلیل اختلافات عمیق با سیاست‌ها و روش‌های بغدادی و داعش از اونها جدا میشه. اون بعدها تاکید کرد که هدفش دفاع از مردم سوریه در برابر رژیم بشار اسد و نه گسترش جنگ فرقه‌ای یا حملات خارجی. پس این افکارش و اینکه هدف اصلیش دفاع از مردم سوریه و پایان دادن به حکومت دیکتاتوری بشار اسد باعث ایجاد اختلاف با رهبران القاعده هم شد و در نهایت ابو محمد الجولانی از القاعده هم جدا میشه و هیئت تحریر الشام رو با هدف ایجاد یک ساختار مستقل برای دفاع از مردم سوریه در مقابل رژیم بشار اسد تأسیس میکنه. گروهی که هم با داعش و هم با بقیه گروه‌های دیگه جنگ داخلی سوریه هم میجنگه و درگیر میشه. در همین شرایط و توی درگیری این گروه‌های مخالف بشار اسد با همدیگه، دولت سوریه فرصت پیدا میکنه تا بتونه باهاشون مبارزه کنه. اما در نهایت از بین تمام نیروهای مخالف اسد، هیئت تحریر الشام تونست دووم بیاره و با کمک‌های بقیه کشورها مثل ترکیه در استان ادلب سوریه قدرت رو در دست بگیره و بعد هم که دیدیم تونست بشار اسد رو مجبور به فرار کنه. خب اینم سرگذشت کوتاهی از جولانی و شرکا. یه بار دیگه هم بگم که ما به زودی وارد عمق داستان القاعده و داعش و این تفکر خواهیم شد. پس ویدیوی بعدی ما رو از دست ندید. اما یه نکته دیگه رو هم بگم، ما یه کانال دیگه به نام دروازه گردشگری رو شروع کردیم که اونجا قراره درباره گردشگری هدفمند صحبت کنیم و تاریخ و سفر رو یه جورایی به هم دیگه گره بزنیم. پس اگه دوست داشتید با جستجوی کانال دروازه گردشگری اون کانال رو هم دنبال کنید. تا اینجا فهمیدیم که جولانی چطوری از یه جوون مذهبی به یکی از چهره‌های مهم جنگ سوریه تبدیل شد. اما الان وقتشه که یه سوال بزرگ رو از خودمون بپرسیم. هدف نهایی جولانی چیه؟ آیا واقعا به دنبال یه سوریه آزاد و دموکراتیکه یا فقط یه تغییر چهره جدید برای حفظ قدرت خودش داشته؟ راستش پاسخ به این سوالات و اینکه بگیم هدف نهایی جولانی دقیقاً چیه کار بسیار مشکلیه. چون حتی جولانی هم قدرت مطلق توی سوریه نیست و هنوز گروه‌های مختلفی توی سوریه وجود دارن. این نقشه نشون میده که کدوم نیروها در کجای کشور قدرت بیشتری دارن. کردها یا نیروهای موسوم به SDF در شرق سوریه قدرت دارن و نیروهای ترکیه و متحدانش هم در بخشای زیادی از شمال سوریه هستن. و از جنوب هم که میبینیم اسرائیل چندین کیلومتر پیشروی کرده و نیروهاش رو داخل خاک سوریه آورده. اسرائیل توی این مدت یکی از بزرگترین حملات هوایی خودش در سوریه رو شروع کرده و بیش از 480 مکان رو هدف قرار داده. اهدافی مثل فرودگاه‌ها و تأسیسات دفاعی هوایی و جت‌های جنگنده و کشتی‌های نظامی و انبارهای تسلیحات و زیرساخت‌های استراتژیک. این حملات طوری بودن که ارتش اسرائیل تخمین زده تا 80% از توانایی‌های نظامی سوریه رو توی این مرحله نابود کرده. پس حتی اگه فرض کنیم جولانی هم قصد بازپسگیری بلندی‌های جولان رو از اسرائیل داشته باشه و بخواد باهاش سرشاخ بشه هم نتونه کار خاصی رو انجام بده. خودش هم بارها اعلام کرده که قصد آسیب زدن به منافع غرب رو نداره و فقط یک سوریه آزاد و آباد رو میخواد. با این وجود به نظر میاد که در کوتاه مدت سیاست داخلی و وضع زندگی و معیشت مردم برای جولانی مهمتر از سیاست‌های خارجی باشه. وضعیتی که بیش از 10 دهه جنگ برای سوریه و مردمش به بار آورده چیزی جز فقر و ویرانی نیست و مطمئناً جولانی یا هر کس دیگه که رهبر این کشور بشه نمیتونه به سرعت این زخمای عمیق رو درمان کنه. یا بهتر بگیم نمیتونه به تنهایی و به سرعت از پس این کار بر بیاد و حتما نیاز به کمک‌های خارجی خواهد داشت. حالا باید ببینیم ترکیه که از گروه‌های مخالف اسد حمایت کرد برای آبادی این کشور هم حمایت میکنه یا هدفش صرفاً سرنگونی اسد و تضعیف سوریه و استفاده از شرایط برای اهداف خودش بوده. با سقوط رژیم اسد نخست وزیر توی کشور موند و به مخالفین قول همکاری برای اداره کشور رو داد و گروه تحریر الشام هم این کار رو پذیرفتن
تا این دولت انتقالی بدون شرایط رو برای برگزاری انتخابات آزاد مهیا کنه. قرار شده بعد از انتخابات انتقال قدرت به دولت جدید انجام بشه و بازسازی کشور بعد از اون شروع بشه. ولی سوال اینجاست، این دولت انتقالی چقدر میتونه موفق باشه؟ و آیا جامعه جهانی از جمله آمریکا حاضر میشه به تحریر الشام اعتماد کنه؟ حدود نیم قرنه که آمریکا سوریه رو کشور حامی تروریسم میدونه و سالهاست که سیاست علنی و اصلیش در قبال دمشق تحریم و منزوی کردن این کشور بوده. سیاستی که نه رفتار منطقه‌ای دمشق رو تغییر داد و نه سرکوب‌های خونین داخلی اونو کم کرد. و حالا با این تغییرات سریع در سوریه آمریکا هنوز هم به تحریر الشام اعتماد نداره و جزو لیست گروه‌های تروریستی قرار داره و هنوز هم جایزه $10 میلیون که برای جولانی گذاشتن برقراره. حالا تصور کنید جولانی که با القاعده و داعش شروع کرد حالا داره رفتار جدیدی از خودش نشون میده. به نظرتون آیا ممکنه در آینده به آمریکا نزدیک بشه و این دوتا متحد همدیگه بشن؟ اگه این اتفاق بیفته نشون میده که سیاست و افکار آدما چقدر میتونه تغییر کنه و قدرت و سیاست و تأثیرشون روی آدما رو نمیشه نادیده گرفت. این سوالات جوابشون فقط در آینده مشخص میشه. ولی تا اون زمان همه نگاه‌ها به سوریه و جولانی خواهد بود. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.